خیلی از ما در ارتباط با امنیت مالی و مدیریت مالی شخصی اطلاعاتی نداریم. متاسفانه تو خونه که به ما یاد ندادن، سر مدرسه و دانشگاه هم که زیاد دغدغه‌شون نبوده. به خاطر همین اکثر ما زمانی که تورم میشه نمیدونیم باید چیکار کنیم، کجا سرمایه گذاری بکنیم، اصلا بحث مدیریت مالی شخصی رو نمیدونیم. برای همین ما تصمیم گرفتیم دعوت بکنیم از یکی از کارشناسان و مشاوران این بحث، جناب استاد حمید نجفی، که در ارتباط با این موضوع ما صحبت بکنن. اگر بحث مدیریت مالی شخصی براتون جذابه، این گفتگو رو از دست ندید. خب حمید جان، خیلی خوش آمدی به برنامه ما. اول خودتون رو معرفی کنید و بعد شروع کنیم برنامه رو. عرض ادب فرشید عزیز، من حمید نجفی ام. در حین کارم، حین صحبت بیشتر آشنا میشیم، بگم که چیکار میکنم، چیکار نکردم و الان تو چه حوزه‌های فعالم. ایشالله. آقا ما بحث مدیریت مالی شخصیه. من با یه جمله شروع کنم. خب ما تا یه روز، تا یه ماها پول در میاریم، خرج میکنیم، بعد فکر میکنیم که بلدیم این کارو بکنیم. این مدیریت مالی شخصی چی میگه؟ ما تا الان اصلا یادش نگرفتیم، خیلی برامون گنگه. یه سواد مالی دارن، یه سری پکیج فروشا یه سری کارایی میکنن، ولی همونه نیست. چیه این؟ اول اون که میتونه پول در بیاره خوش به حالش. 50% راه رفته. 50% بقیهش که چجوری خرج کنه، اون جاییه که باعث میشه یه نفر از لحاظ مالی پیشرفت بکنه یا بدبخت بشه. پس خیلی از بحث میره سر اینکه چجوری خرجش بکنیم. تو اون قسمت چجوری پول در بیاریمش تو ایران زیاد داره صحبت میشه، خدا رو شکر. مثلا از 20 سال پیش که استارتاپ ها شروع کردن و کسب و کار متوسط تو ایران یه خورده جون گرفت و اینها، و متاسفانه بعد از تحریم یه خورده این کم شد. زیاد در مورد اینکه چطوری پول در بیاریم صحبت شده، ولی در مورد اینکه چجوری خرجش کنیم صحبت نشده. و این چیزیه که از پدر مادرامون هم نمیتونیم یاد بگیریم، چون پدر مادرامون توی یک دنیای دیگری بودند که تو دنیای اونها فقط یه چیز مطرح بود: قناعت کن. و این با دنیای امروز اصلا تطابق نداره. فقط قناعت کن مال زمانیه که شما تورم نداشته باشی، چندان تورم کمی داشته باشی. اساساً از 1979 به بعد دیگه اصلا این مفاهیم عوض میشه. از وقتی که پیوند دلار و طلا از بین میره، این مفاهیم عوض میشه. تو دنیایی که تورم داریم، شما دیگه نمیتونی بگی یه پسندازی بکن بذار کنار همه چی درست میشه. نه، هیچ چی درست نمیشه. یه سوادی نیازه. اون سواد مالیه هم که میگید دارن پکیج میفروشن و اینا، دقیقا مثل سواد خوندن نوشتن است، ولی قرار نیست هر کی سواد خوندن نوشتن داره دانش یک کاری رو داشته باشه. شما باید سواد خوندن نوشتن رو داشته باشی که تازه باهاش بری کتابای حوزه تخصصی خودتو بخونی، مهارتی کسب کنی، بر اساس اون مهارته میای مثلا کسب درآمد میکنی، یا مثلا میخوای تربیت فرزند داشته باشی، میری کتابای حوزه مثلا تربیت فرزند میخونی. آره، سواد مالی نداشته باشی اساساً کار مالی درستی نمیتونی بکنی، ولی فقط با سواد هم کاری نمیتونی بکنی. اون روال هایی که منطقی باشه و شما بتونی اون روال ها رو اجرا بکنی مرحله به مرحله تا به یک هدف مالی برسید، بهش میگیم طرحریزی یا مدیریت مالی شخصی. هر کسی یه سری هدفهای مالی میتونه داشته باشه. یکی ممکنه هدفهای مالی کوتاه مدتی بذاره، بگه آقا میخوام برم اروپا رو بگردم، باید برنامه‌ریزی مالی داشته باشه واسش. یکی میگه من میخوام واسه فرزندم خانه تهیه بکنم، باید برنامه‌ریزی داشته باشه. یکی میگه من میخوام به امنیت مالی برسم، که مفهوم بسیار شیرین و لذت بخشیه. امنیت مالی. امنیت مالی. ببین فرشید، توی هرم مازلو پایین ترین قسمتش امنیته. توی حوزه های مختلف شما اگر امنیت نداشته باشی، اساساً به سطوح بالای هرم که خود شکوفایی هست و فلسفه و مثلا این که من بتونم آدم خلاقی باشم نمیتونی برسی. برسی. آدمی که امنیت نداره، مثلا فرض کن امنیت جانی نداشته باشی،
خب اصلا مفاهیم دیگه به دردت نمیخوره اگر سرپناه نداشته باشی. پس اون امنیت مالیه به این معنیه که من میخوام توی بالا و پایین شدنهای اقتصاد که یک چیز عادی و منطقیه، حتی در کشورهای پیشرفته اقتصادی مثل آمریکا چرخه های مالی وجود داره، یه دوره رونق یه دوره رکوده. اگه شما تو دوره رونق واسه دوره رکودت برنامه‌ریزی نکرده باشی امنیت نداری، زندگی تو ممکنه از دست بدی. توی ایران خودمون که هاکذا، ایرانی که الان 55 سال توی رکود تورمیه، یه جنگو از سر گذرونده، تحریم، اصلا یه وضعیتی. پس اون امنیت مالی به این معنیه که من میدونم که تو جایی دارم زندگی میکنم که بالا و پایین اقتصادی خیلی زیاده. با یه تصمیم سیاسی، با یه تصمیم اقتصادی ممکنه من وضع مالیم بالا و پایین بشه، ولی من میدونم با برنامه ریزی مالی که کردم میتونم از این دریای مواج برم. به این معنی نیستش که من باید توی دریای آروم حرکت بکنم، به این معنیه که من میدونم یه کشتی ساختم که توی این دریای غرق نمیشه. پس اون امنیت مالی، اون امنیت مالی نیاز به این داره که من 15 سال 20 سال واسش روال و برنامه داشته باشم، اون برنامه ها رو شروع کنم با تعهد کامل اجرا بکنم. حالا با هم دیگه تو گفتگو میرسیم که چه روال هایی. بالاتر از امنیت مالی اینه که به امنیت مالی رسیدی میتونی هدف گذاری بکنی رو آزادی مالی، بهش میگن فاینانشال فریدم. دوستایی که میشنون میتونن برای مثلا، حالا چون مطلب تو فارسی خیلی کم در موردش تولید شده محتوا، دمت گرم که داری این رو الان به عنوان یه محتوا تولید میکنی واسه هموطنامون. میتونن مثلا فاینانشال فریدم رو سرچ بکنن، مطالب مربوطه رو ببینن. آزادی و استقلال مالی به این معنیه که من دیگه به عنوان یک انسان نیاز ندارم برای گذران زندگیم، برای امنیت مالیم کار بکنم و گذران زندگی من مستقل از کار کردنم میشه. یعنی به حدی سرمایه گذاری هایی کردم مولدن درآمد واسه من ایجاد میکنن که من میتونم برم به کارهایی بالاتر از درآمدزایی فکر کنم. میتونم برم به جهانگردی، به فلسفه، به تولید محتوای فاخر، به هنر، به اون چه که ما رو انسان کرده بپردازم. پس ببین، درسته که همه چیز طرحریزی مالی خیلی به نظر خشک و مالی و مسائل اقتصادی و اینها میاد، ولی هدفش چقدر هدفهای والاییه. اینه که من به عنوان یک انسان باید اون امنیت مالی رو به دست بیارم، واسش برنامه‌ریزی بکنم، بعد امنیت برم به کارهای که واقعا همیشه تو دلم میخواستم بهش برسم. مرسی. من مدیریت مالی شخصی رو شاید اینطوری فکر کنم که مثلا این که آخر هر روز بیام هزینه‌ها فقط بنویسم، این که بیام میدونی تو ذهن من نوعی چی میاد از عموم مردم که باشون صحبت میکردم. اتفاقا با خیلی از بچه‌ها داشتم صحبت میکردم، گفتم یه همچین گفتگویی رو می‌خوایم ترتیب بدیم، خیلی خوشحال شدن. گفتم که به نظر شما یعنی چی مدیریت مالی شخصی؟ گفتن خب هزینه‌هامون رو بنویسیم. گفتم خب بعدش؟ گفتن بیشتر پول در بیاریم. یعنی اصلا نگاه به قول شما، ما تو خانواده که زیاد یاد نگرفتیم، پدر مادر، مدرسه هم که آموزش پرورش دغدغه‌اش چیز دیگه است اصلا. خب پس چی؟ من کجا باید یاد بگیرم؟ از کجا باید یاد بگیرمش که واقعا فعلا ایران باید خودت بری مطالعه و تحقیق و اینها بکنی، چون به اندازه کافی اصلا محتوا در این مورد وجود نداره. نه به اون صورت کتاب هست، نه محتوا. و پرسونال فایننس توی دنیا، توی مثلا خیلی از دانشگاه‌ها به عنوان کورس داره تدریس میشه، ولی توی ایران اصلا اسمش هم شنیده نشده. خب ولی بیایم ببینیم اون روالا چیه. آیا فقط نوشتن مثلا خرجاست؟ ببین اون نوشتن خرجا یه قسمت کوچکی از پرسونال فایننس به اسم روش‌های هزینه کرد. خب که من میخوام تدوین بکنم راههایی واسه هزینه کردن، ولی در واقع اینطوری شروع میشه پرسونال فایننس. اول شما باید هدف گذاری بکنی. هدف گذاریت اجباراً با توجه به اینکه خدا رو 100,000 بار شکر، خدا رو 100,000 بار شکر، توی مسئله مالی ما با اعداد و ارقام طرفیم. دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه که ببین بشین مثلا
کائنات رو صدا کن، بعد مثلا این عددا عوض میشه، مثلا درآمدت خود به خود بیشتر میشه و اینها. اینجا ما داریم برنامه‌ریزی های مبتنی بر اعداد مالی میکنیم، پس کاملا همه چیز مبتنی بر عقله و اون هدف گذاریت هم با اون هدف گذاری هایی که پکیج فروش های نمیدونم قانون جذب و نمیدونم ارتعاشات کوانتومی و اینها میگن گلدون اینجا بذار نمیدونم شوهرت پولدار میشه. یک چیزای عجیب غریب. پس با اون متفاوته. هدف گذاریم اینجوری میشه، خیلی واقعی میام میبینم من کجای جامعه ام، من کجای سطح درآمدی ام و این سطح درآمدی به کجا میتونه برسه. آقا من اگه تمام درآمد فعلیم رو بذارم کنار به کجا میتونم برسم 10 سال دیگه، 15 سال دیگه؟ واقعی. بعد اگه من اومدم یه هدف گذاری کردم که مثلا از این که هیچ چی خرج نکنم، خونه بابا ننم زندگی بکنم، خورد و خوراک و پوشاکم هم اونا بدن، ازدواجم نکنم، همه پولمو سیو کنم، 10 سال آینده فلان جور باشه. اگه هدف گذاریم 10 برابر اون باشه، خب دیگه واقعا فقط باید بریم مثلا دنبال قانون جذب دیگه، چون توی عدد و رقم در نمیاد یه همچین چیزی. پس اول یه هدف گذاری واقعی بر اساس اعداد و ارقام. منی که حالا یه خورده شور و حال جوانیم طی شده، الان هدف گذاریم فقط میتونه استقلال مالی باشه، امنیت مالی باشه، چون الان ارزش اون امنیت رو خیلی میفهمم. الان هدف گذاری مالی من این نیست که برسم به یک مثلا خودروی آلمانی مثلا، اونم قشنگه دوستش دارم باشه، اگه رسیدم هم خدا رو سزا باشه، خب ولی هدف گذاریم این نیست. هدف گذاریم میشه امنیت مالی. هدف گذاری کردی میذاریش کنار، شروع میکنی یه صندوق اضطراری تشکیل میدی. هر وضعیتی که میخوای داشته باشی، چه پولداری، چه جزو ضعیفای جامعه‌ای، چه قشر متوسط، یه صندوق مالی تشکیل میدی. تا اونو تشکیل ندادی هیچ کار دیگه ای واسه پرسونال فایننست انجام نمیدی. صندوق مالی منظورتون چیه؟ صندوق اضطراری. صندوق اضطراری اینه که من الان شغلمو از دست بدم. شغلمو از دست بدم، پامم بشکنه. 9 ماه باید بتونم زندگی کنم. باید بتونم خرج بیمارستانمو بدم، 9 ماه هم زندگی کنم. مثالش این میشه، فرض کن من راننده اسنپم، دارم کار میکنم، یه تصادف میکنم، پام میشکنه. پس من تا چند ماه نه ماشینمو دارم نه سلامتیمو دارم، باید پول داشته باشم برم پامو درست کنم، پولم داشته باشم ماشینمو ردیف کنم، این بازه 6 تا 9 ماه هم زنده بمونم، زندگیمو بچرخونم. دقیقاً. بعد 9 ماه دوباره ماشینم سالم شده، پام سالم شده، میتونم درآمد داشته باشم. اولین کارم اینه صندوقی که خالی شده رو دوباره پر کنم. پس اگه صندوق اضطراری ندارم، امرجنسی فاند بهش میگن، اصلا هیچ استپ دیگه ای واسه من تعریف نمیشه. پس این همه آدمی که ممکنه ملک داشته باشه، نمیدونم خیلی چیزا هم تو زندگیش داشته باشه، ولی اگه تصادف کرد نمیدونه باید چی کار کنه، یعنی اینکه نمیدونه پرسونال فایننس یعنی چی. خب تقصیرم نداره ها، باید این آموزش رو ببینه، باید اینو به خودش اصلا به خودش یاد بده، وظیفشه، چون میتونه زندگیش رو نابود بکنه اون 9 ماه. شأنش، شخصیتش، آقا من یه کسب و کار دارم، خیلی شخصیت بالایی دارم، مثلا یه سری چیزا تولید دارم میکنم، اینا رو میفروشم، کسب و کارم میچرخه. تولید کردم، فروختم، چکش رو گرفتم، چک پاس نمیشه. خب آیا میتونی 9 ماه زندگی بکنی، یا خانوادت که به یک سطحی از رفاه عادت دارن میخوای بری بگی ببخشید 9 ماه مثلا هیچی نداریم، میدونی یهو میتونه شأن و شخصیتت رو از بین. پس شما اول صندوق اضطراری رو تشکیل میدی، بعدش میرسیم به اون هزینه ها رو یادداشت میکنیم واسه اینکه بفهمیم کدوماش رو میشه خط زد. واقعا مهمه؟ چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اگه یه قانونی وجود داره به نام قانون پارکینسون، اینکه شما هر چقدر
توی مسائل مالیش اینه ها، توی مسائل دیگه هم پارکینسون هست، تو مسائل اجتماعی ها. توی مالی قانون پارکینسون میگه سطح درآمدی و لول مالیت به هر سطحی برسه، هزینه‌هات هم دقیقاً خودش رو میرسونه به اون سطح. چه جالب. یعنی الان مثلا من ماهی 50 میلیون درآمد دارم، میگم هیچی ندارم، هیچی نمیمونه آخر ماه، 6 ماه دیگه درآمدم، خود من درآمدمش 150 تومن، بعد باز بیای با من صحبت کنی حمید اوضاع احوال چطور، میگم والا هیچی نمیمونه. بعد یه خورده میمونی میگی آقا 100 میلیون درآمد اضافه شد، چطور هیچی نمیمونه؟ چون یه قانون جهانیه، اصلا نیایم بگیم ما ایرانیا بلد نیستیم، هیچکی تو دنیا بلد نیست، این یه چیز ذاتی بشره. خرج کرده ما میاد خودش رو تنظیم میکنه با سطح درآمدمون. پس حالا که همچین قانونی وجود داره، راهش چیه؟ راهش اینه که من مینویسم، یه تعداد رو خط میزنم. چرا خط میزنم؟ به خاطر اینکه هر سرمایه گذاری که قراره به رفاه مالی، به امنیت مالی یا به استقلال مالی برسه، از یه انباشت سرمایه ایجاد میشه. من نمیتونم توقع داشته باشم هیچی نداشته باشم، بعد برم مثلا 50 تا کلاس و پکیج سرمایه گذاری بخونم. خب چی رو میخوای سرمایه گذاری کنی؟ ببین یکی از ناراحتی های منه ها، خیلی جوانایی رو میبینم که رفته سواد سرمایه گذاری تو بورس و جاهای مختلف پیدا کرد، بعد میگم خب سرمایه چقدر؟ میگه چی؟ میگم خب الان این سواده رو میخوای چیکار کنی؟ واسه همین خیلی از ماها یه سری یاد میگیریم، مجبور میشیم بریم همونو تدریس کنیم. این بده ها، چون نگاه میکنم میبینم خب من خیلی چیزا رو بلدم، ولی واسه اینکه اونی که بلدم رو اجرا بکنم یه انباشتی باید ایجاد شه. تا انباشته ایجاد نشده من اینو چطوری یکو بکنم، دو رو بکنم 5؟ اون یکه از همین خط زدن هزینه ها میاد. هر کی الان داره اینو میشنوه قطعاً برمیگرده میگه برو بابا دلت خوشه، هیچی تش نمیمونه. ولی برید قانون پارکینسون رو یه بار بخونید، چه اونی که 150 میلیون درآمد داره، چه اونی که 20 میلیون درآمد داره، جفتشون دارن همینو میگن. آره که برو بابا دلت خوشه، هیچی تهش نمیمونه. پس میشه چه 20 تومن، چه 150 تومن، چه 500 تومن درآمدت رو میتونی یه سری چیزای کوچیکشو بزنی. یه قانونی حالا تو فرهنگ آمریکایی خیلی زیاد روش بحث شده، بحث‌های پرسونال فایننس. یه قانونی هست به نام قانون لاته. همون قهوه لاته‌ای که شیر قهوه دیگه. میگه آقا اگه میتونی 2 تا لاته داری میخوری، یه دونه‌شو نخور، ذخیره کن. پس ببین یه آمریکایی توی کشور پیشرفته صنعتی، قدرت اول اقتصادی دنیا، میگه اگه میتونی 2 تا لاته در روز داری میخوری، یکیشو نخور، پولشو سیو کن، خونه قهوه درست کن، پولشو نه. پس در همین حدم شما از هزینه هات میزنی، 1% از پولت رو میذاری واسه ذخیره، اون ذخیره شروع میکنه به انباشت. پس واسه اینکه بتونی این کارو بکنی باید مفاهیمی مثل بیمه رو بفهمی، مفاهیمی مثل تورم رو بفهمی. آقا تورم هم گرونیه؟ مطلقاً با هم متفاوتن. جدی چرا؟ ببین گرونی یعنی این جنس یه قیمتی دارد که کسی دارد بیش از این قیمت این رو میفروشه. این میشه تعریف گرونی دیگه. پس وقتی میگم من این جنس گرونه، این پیرنگ گرونه، به این معنیه که یکی اینو داره گرونتر از قیمت واقعیش به من میفروشه. اگه قیمت واقعیش نسبت به سال پیش رفته بالا، دیگه این به معنی نیست گرونه، به این معنیه که قیمتش رفته بالا. قیمت بالا رفتن میشه تورم. تورم مسئولیتش با دولته، گرون فروشی مسئولیتش با کاسبه. پس الان 30-40 سال که نه، چون من سخنرانی‌های قبل از انقلاب رو هم شنیدم در این مورد، دولت ها همیشه میگن اگه جنسی قیمتش بالاست گران فروشی داره میشه. پس تقصیر من حکومت نیست، تقصیر کاسب بیچاره است
که گرون خریده مجبوره با قیمت واقعی بفروشه. چون اگه بیاد اعتراف بکنه که آقا هیچی گرون نیست، منم که ریالو بی ارزش کردم، همه توجه میاد که آقا کارتو درست کن، از خرج و مخارجت بزن، کمتر پول چاپ کن، تورم ایجاد نکن. پس من به عنوان کسی که تو حکومتم باید 60 سال به ملت برگردم بگم که گرونه، همه چیز گرون فروشه. این مردم گران فروش برید کار تربیتی بکنید. اگر اسلام و اشاعه بدیم گران فروشی کم میشه، خود به خود جامعه گل و بلبل میشه. بعد پشت میشینم به بانک مرکزی میگم اینقدر 1000 میلیارد تومان فعلا پول چاپ کن بده من، برم حقوق ملت رو بدم، حقوق بازنشسته ها رو بدم، تورم رو ایجاد میکنم، تورم میاد سطح عمومی قیمت ها رو میبره بالا، بعد میگم آقا نه گرون دارم میفروشم. پس نه، اصلا این مفهومه مثلا جزء سواد مالی و پرسونال فایننس که واقعا باید اینو بدونی. و اینکه سطح عمومی قیمت ها میرود بالا به این معنیه که اگر شما توی بانک داری پول ذخیره میکنی و پس انداز میکنی، قرار فقیرتر از دیروزت بشی. پس باید بیای راهاش رو یاد بگیری. ارزش زمانی پول رو میفهمی، اون موقع خود به خود استراب اینو میگیری که من پول گذاشتم تو بانک ها، باید اینو بندازم جایی که مولد باشه، باید جایی بذارم که پول ایجاد کنه. اگه تو بانک حتی مثلا با 20% میذارم ولی سطح عمومی قیمت رو در سال داره 35-40% میره، من نصف داره میشه پولم. پس این سواده به علاوه پرسونال فایننسه، مرحله اول شد صندوق اضطراری، بعدش هزینه کرده، قبل از همه اینا هم که اون سواد مالی و هدف گذاریه بود. بعدش میشه پسنداز شما واسه این که در حین کار به مشکل نخوری مالیات رو بسیار بسیار باید یاد بگیری، خصوصا از این به بعد. ببین تمام دوره های پرسونال فایننسی که تو دانشگاه معتبر دنیا تدریس میشه، من حداقل سیلابس‌هاش رو نگاه کردم، توی همشون یه قسمت کامل از کورس مالیاته. به خاطر اینکه مالیات بر درآمد دارن، مالیات بر سرمایه دارن، مالیات بر دارایی دارن، اصلا یک مالیاتایی که همش داره دونه دونه تو ایران هم اجرا میشه. و شما اگه اینا رو ندونی به ظاهر فکر میکنی دارم من سرمایه گذاری میکنم، دارم پولمو ذخیره میکنم، آخر سال میبینیم از من نصفشو بدی مالیات بره. دقیقاً. و با توجه به اینکه فروش نفتمون کم شده، با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت خیلی پایینه، با توجه به اینکه جمعیت زیاد شده و اینکه شما تو بودجه نگاه میکنی پولی که از نفت در میاد فقط باید بره واسه حقوق کارمندان دولت، نیروهای مسلح و بازنشسته، چیزی واسه دولت نمیمونه که تزریق بکنه تو جامعه. این خیلی مهم میشه. پس از این نظر مهم میشه که تامین مالی دولت رو مالیات خواهد بود، مالیات‌های مختلف اضافه میشه و خواهد گرفت. پس یاد گرفتن مالیات میاد جزو پرسونال فایننس، یاد گرفتن بیمه های مختلف میاد تو پرسونال فایننس. شما الان با فرض بکن که دلار کم بیاد، یواش یواش مسائل مربوط به دارو و درمان گران و گرانتر بشه و شما بیمه نداشته باشی، با اولین مشکل حاد سلامتی ممکنه ورشکست مالی بشی. پس این میاد تو بیمه، هم میاد تو پرسونال فایننس. همین اینها رو که در نظر گرفتی میای تازه وارد بخش سرمایه گذاری میشی. تو بخش سرمایه گذاری پرسونال فایننس بحث میکنی که با توجه به لول درآمدیت، با توجه به لول جامعت که کجای جامعه قرار گرفتی، شما باید چه نوعی از سرمایه گذاری رو داشته باشی و یه پورتفوی اختصاصی خودت رو تشخیص بدی. هیچ وقت اینجای کار حق نداری بیای از رو دست مثلا یه کارآفرینی مثل فرشید رستگار که درآمد خوب داره، کسب و کارشو داره، من بیام همونو کپی کنم ببینم فرشید رستگار رفتش مثلا فلانجا ویلا گرفت، فلانجا مثلا سرمایه گذاری کرد، منم بیام همون مثلا تو استارتاپ سرمایه گذاری کرد، منم بیام این کارو بکنم. اصلا نمیتونم. من باید واسه لول خودم، سطح درآمدی خودم و اهداف خودم برنامه‌ریزی بکنم. چقدرش شبه پول نقد باشه، چقدرش روی طلا باشه، چقدرش توی سهام باشه، چقدرش توی ملک باشه، اینها همه میتونه چی باشه؟ میتونه در نظر گرفته بشه. و این صندوق اضطراری رو من دقیقاً چیکارش کنم؟
ببین فاصله بین مرگ و زندگی مالیه. ما یه چیزی داریم به نام ریسک، یه چیزی داریم به نام ابهام. شما سعی میکنی واسه آینده پیشبینی هایی داشته باشی تا بتونی اون ابهامی که واقعا کاریش نمیتونی بکنی رو با یک ضریب خوبی، با یه درصد خوبی هندلش کنی، بتونی باش کنار بیای. من نمیدونم که تا آخر عمرم سالم و سلامتم یا نه وسط کار مشکلاتی واسم پیش میاد. من نمیدونم که وسط زندگی مالیم آیا دردسری پیش میاد یا نه. نمیدونم مسافرتی که میرم خدای نکرده تصادف میکنم یا نه. نمیدونم. خب این نمیدونم ها یه جوابش اینه توکل بر خدا. خب توکل بر خدا قشنگیش اینه که خدا جواب میده، میگه عقل بهت دادم، برو از اون عقلی که بهت دادم استفاده کن، اگه استفاده نکردی رو من خیلی حساب نکن. و من عقل بهت دادم، 1 کیلو 400 مغز بهت دادم، به بزرگترین مغز بعد از تو 400 گرمه. این عقله اونجا میاد که من میام اون ابهاماتی که الان نمیدونم چیه رو واسش برنامه ریزی میکنم. حداقل برنامه ریزی هم اینه، میگم آقا من واسه اون مریضیه میرم بیمه تکمیلی میگیرم، واسه خدای نکرده آتش سوزیه میرم بیمه میگیرم، واسه تصادف ماشینم میرم بیمه بدنه میگیرم و بیمه شخص ثالث میگیرم. فلسفه بیمه است دیگه. فلسفه بیمه اینه که من درست خوب رانندگی میکنم و احتمال تصادف رو میارم پایین، ولی نمیدونم که طرف مقابلم چجوری رانندگی میکنه، پس بیمه میکنم. یه چیزایی هم وجود داره مثل این که شرکتی که توش دارم کار میکنم آیا وضعش خراب میشه یا نه. آقا دست منه مگه؟ سیاست‌های شرکت، سیاست‌های کشور، اقتصاد کشور. ممکن شرکتی که توش دارم کار میکنم ورشکست شه، بیاد ازم عذرخواهی کنه بگه بفرمایید دیگه آقا ورشکست شدم، حالا چی؟ داره بیا بکن. خب اونجا میخوای چی کار کنی؟ آیا میخوای بری مثلا التماس کسی بکنی؟ فرض کن یه کافه ای زدی، اصلا شرکتی هم کار نمیکنی، بنا به هر دلیلی مشکلی پیش میاد و کافتو از دست میدی. خب میخوای بین این که تا بتونی سرمایه‌هاتو بفروشی بری یه کار دیگه راه بندازی، میخوای چی کار کنی؟ اینه که میگم بین مرگ و زندگی مالیه. پس تو اون زمانی که هنوز تو رونق مالی هستی، درآمدت رو داری، کافت داره خوب کار میکنه، پر میکنی یه صندوقی که قرار نیست هیچ وقت ازش خرج بکنی، انگار که وجود نداره. و گفتیم چون تورم داریم میذاریش توی شبه پولی که همیشه نقد شونده باشه، حالا یا تو صندوق‌های درآمد ثابت یا صندوق طلا یا طلایی که مطمئن باشی بلافاصله میتونی بفروشی. این رو شروع میکنی به اندازه 9 ماه خرج زندگیت پول تو اون تامین میکنی. نگاه میکنی میگه آقا من توی 9 ماه به صورت عادی مثلا 9 تا 25 میلیون تومان خرج زندگیمه. خب اجاره خونه مثلا دارم و خرج رفت آمد دارم و خورد و خوراک، مینیمم 25 تومن خرج زندگیمه. 9 تا 25 تومن رو توی یه صندوق میذاری کنار و وجود ندارد و تحت هیچ شرایطی؟ هیچ شرایطی. فورسش میشه اون زمانی که لازم از امرجنسی فاند استفاده کنی دیگه. اضطرار زمانیه که شما هیچ ورودی دیگه نداری. پس تا زمانی که ورودی درآمدی داری حق نداری از اون استفاده کنی. اون واسه زمانیه که ورودی درآمد نداری از اون خرج میکنی تا زمانی که دوباره جریان نقد ورودیت رو برقرار بکنی، یا کسب و کار را بندازی دوباره، یا شرکت جدیدی استخدام بشی، 10 تا مصاحبه کاری میری استخدام میشی، دوباره به محض اینکه جریان فعال شد از اون خرج میکنی، شروع میکنی اون رو دوباره به اندازه 9 ماه زندگیت میبری بالا. بحثی که هست اینه که 9 ماه زندگی امسال با 9 ماه زندگی سال آینده تو ایران کاملا متفاوته، چون یه تورم 30% فعلا داریم، 30-40%. پس شما اینو میذاری توی صندوق ثابتی که سالانه 25% 30% بهت بده. اگه تورم 40% بود اون 10% هم خودت باید بهش اضافه کنی هر سال.
بانک نذارم یه صندوق سرمایه گذاری بانک بذارم؟ اصلا هیچ. صندوق سرمایه گذاری هم نمیتونی بذاری، چون بعضی وقتا با وضع اقتصاد بالا و پایین میشه. اون امرجنسی فاند شما هر وقت بهش نیاز داشته باشی باید ارزش اولیه خودش رو حفظ کرده باشه، اندازه 9 ماه زندگی تو. پس شما نمیتونی از یه حدی بیشتر روش ریسک بکنی، نمیتونی بذاریش توی صندوق سرمایه گذاری، نه تو بانک. تو بانک بذاری که هر سال نصف میشه ارزشش، چون بانک نهایتا میخواد بهت 15 الی 20% بده، تورم 40%، ارزش پولت کم شده. شما میتونی اینو تو صندوق‌های درآمد ثابت بورسی بذاری، مثلا حدود 30% بده. درآمد ثابت بذاریم. آره، درآمد ثابت. مقداری رو هم میتونی صندوق‌های طلا بذاری، اگه مطمئنی به بالا رفتن طلا بازم پیشنهاد نمیشه. صندوق اضطراری همیشه باید ارزش خودش رو حفظ کنه. آقا طلا که همیشه میره بالا، خب باشه، اون موقعی که تو اخراج شدی آیا مثلا یه توافق بین المللی صورت گرفت 30% قیمت اون صندوق اومد پایین، بعد مثلا همون لحظه هم تو اخراج شدی از کارت، میخوای چیکار کنی؟ بگی آقا باشه 3 ماه کمتر زندگی میکنم؟ نه دیگه، باید زندگی کنی دیگه. عالی، جوابم گرفتم. خب علی برام یه سری سوالا تنظیم کرده برای کارمندا. آقا من الان کارمندم، با حقوق کارمندی اصلا چطور باید اولویت بندی مالی کنم؟ چجوری پس انداز کنم؟ میشه نمیشه؟ شدن که قطعا میشه. ببین اتفاقا کارمند یکی از خوشبخت ترین قشراست، برخلاف اون چیزی که الان داره خیلی تبلیغ میشه ها. ببین وقتی شما، اول اینکه بگم مهمترین راه پولدار شدن در تمام دنیا کارآفرینیه. یعنی شما مهمترین؟ آره. یعنی سرمایه گذاری شما نمیدونی؟ نه به هیچ وجه. چرا؟ ببین سرمایه گذاری شما یه انباشته اولیه‌ای باید داشته باشی، بعد یه ریسکی رو بپذیری، درصدی پولت بیشتر بشه. فوق ثروتمند نمیتونی بشی، ثروتمند نمیتونی بشی. تمام ثروتمندای دنیا کارآفرینن یا ارث بهشون رسیده. از وارن بافت مثلا. وارن بافت که خب قطعا کارآفرینه از اون محل اومد پولدار شد شما میگی؟ آره. ببین کاری که وارن بافت کرد این نبود که پولای شخص خودش رو ببره سرمایه گذاری بکنه زیادش کنه، که یه دوره پولای شخص خودش رو برد زیاد کرد، بعد نشون داد که روش سرمایه گذاریش جواب میده. افراد زیادی اومدن پول بهش دادن که ایشون واسه شون سرمایه گذاری کنه. برکشایر هاتاوی رو که یه حالا کارخونه ریسندگی بود اونجا رو خرید و بعداً تبدیلش کرد به صندوق سرمایه گذاری و این بیزنسه پول از ملت میگیره، سرمایه گذاری میکنه واسه شون و یه سودی از افزایش اون سرمایه گیرش میاد. و آقای وارن بافت اگر پول داره کارآفرینیه که از سرمایه گذاری کردن پول دیگران پولدار شده. یعنی در واقع بیزنس وارن بافت صندوق سرمایه گذاریشه. پس از کارآفرینی پولدار شده. این قاعده تو ایران هم هست؟ تو ایران هم همین داستان هست؟ تو ایران هم قطع به یقین شما اگر پولدار میخوای بشی به معنی پولدار، ثروتمند، یا باید کارآفرین باشی یا باید ارث بهت برسه، یا کار خلاف بکنی که حالا تو بحث ما نیست. اون بحث مالی نیست دیگه، اون دیگه بحث خودشو داره. معمولا هم اینجوریه که کار خلاف انقدر ریسکش زیاده که شما نمیتونی به نتیجه برسی. تعداد خیلی کمی از خلافکارها میتونن به سطح بالایی برسن، گیرم نیفتن و ثروتمند شن. 99% گیر میافتن، 1% ثروتمند میشه. خاوری که مثلا میره اونور اون موقع به زمان خودش چند همت ور میداره. اون خلافکار نبود، اون راندخار بود. بحث راندخاری رو بهتره اصلا وارد این داستان نکنید. خب بگذاریم الان میان بحث راندخاری. شما باید بیزنسی پشت کار داشته باشی که بتونی از رانت استفاده کنی. اونها هم به واسطه بیزنسشون راندخاری میکنن، وگرنه خلاف همینجوری. اوکی، بگیم سراغ اون کارمنده. از اونجا رسیدیم. آره. سوال پرسیدم. کارمنده قضیهش اینه که اتفاقا خیلی خوبه. چرا؟ چون ریسک زیاد رو بر نمیداره. شما هرچی میخوای سود بیشتری بکنی و جایزه بیشتری، به قولی ریوارد بیشتری بگیری، باید ریسک متعادلش رو بکنی. نمیشه انتظار داشت همه مردم بیان وارد ریسک زیاد بشن. شما واسه این که مثلا دارم میگم بری کاسبی بکنی پول خوب در بیاری، باید احتمال 70% ورشکست شدن رو بپذیری. خب حالا اگر اون 70% نشد، 30% شد،
شما پولدار میشی، ولی 70% شد بدبخت میشی، ورشکست میشی، دوباره بری التماس اینور اونور، تامین مالی، دوباره حالا بتونی برگردی به چرخه یا نه. کارمند این ریسک رو بر نمیداره. برنامه ریزی کردن هم واسش ساده تره، چون اول سال میدونه که تا آخر سال قراره چه اتفاقاتی واسش بیفته. پس هدف گذاری کردنش هم راحت تره. یه کسی فرض کن مثلا یه وکیل که در واقع داره کار پروژه‌ای انجام میده دیگه، ممکنه 1 سال بگذره هیچ کسی هم بهش مراجعه نکنه و این نتونه درآمد خوبی داشته باشه، ممکنه چند تا به قولی پرونده خیلی خوب بهش برسه و درآمد خوبی داشته باشه. اون واقعا اول سال نمیتونه مطمئن باشه چه درآمدی در چه بازه‌هایی خواهد داشت، ولی یه کارمند میدونه چه درآمدی در چه بازه‌هایی خواهد داشت. اون اتفاقا کسیه که میتونه کامل برنامه‌ریزی بکنه، میتونه دقیقاً بگه آقا من الان خونه ندارم، هدف گذاری مالیم اینه که خونه دار بشم، مثلا خونهش رو نمیاد بگه مثلا توی نیاوران میخوام باشه، توی بالا شهر شیراز باشه، میگه آقا من با توجه به حد درآمدیم میتونم تو این منطقه احتمالاً 10 سال دیگه خونه بگیرم با این متراژ. چرا؟ چون سطح درآمدیش معلومه. میتونه برنامه ریزی بکنه، بگه الان که اجاره نشینم کدوم منطقه شهر واسه من مناسبه. بعدش میتونه بگه خب به جای اینکه خونه 80 متری مثلا دارم یا همه فرضی، به جای اینکه خونه 80 متری بگیرم میرم یه خونه 70 متری میگیرم، این ما تفاوت 10 متر رو که از اجاره کم میشه رو ذخیره میکنم. حالا ذخیره ای که میکنم اینه که اینو باهاش میرم صندوق طلا و صندوق سهامی میگیرم، این کارو به مدت 15 سال انجام میدم، 15 سال دیگه اینها رو جمع میکنم تبدیلش میکنم به یه خونه. پس اتفاقا کارمند هیچ بهانه‌ای نداره واسه اینکه این برنامه‌ریزی رو انجام نده. من یه تجربه شخصیمو برای هدف گذاری بگم. ما یه دوره برگزار کردیم، خیلی دوره خوبی هم بود. 4 جلسه، 3 جلسه آنلاین، یه جلسه هم حضوری. به بچه‌ها گفتیم بیاین یه سری بازی بکنیم و یه سری عملی کار بکنیم ببینیم که شما چیکار کردین. آخر جلسه اومدیم یه برگه دادیم، گفتیم که اوکی حالا متدها رو یاد گرفتین، علمی و تجربی، حالا بریم بنویسیم. دادیم بچه‌ها پر کردن، اینو جمع کردیم، گفتیم که هر کی دوست داره برگه رو به ما بده، ما اینو پیگیری بکنیم ازش، اگه دوست داری ما پیگیری هم می‌کنیم برات. آقا ما اینا رو گرفتیم. 95 برخلاف چیزی که من حالا توی دوره میگفتم که هدف گذاری در شاخه‌های مختلف میتونه باشه، معنوی، رشد شخصی و خانوادگی و روابط، این داستانا، 95% این یک تجربه زیسته من از یک دوره فکر کنید مثلا 200 نفر است. 95% اهداف فقط مالی بود. این یه بحث که بذاریم کنار. بعد چی؟ من میخواهم تا 5 سال بعد یک خونه بگیرم در پیروزی تهران. من میخواهم تا 5 سال بعد درآمدم حداقل 20 برابر شود. من میخواهم، یعنی از این جنس. و من چقدر هرس خوردم، هرس از نظر این که چقدر ما نیاز داریم به این آموزش‌ها. و اون هدف گذاری درست. ببین هدف گذاری که از اینجا شروع بشه فقط باید برن چی میگن ارتعاش ایجاد کنن تا بهش برسن. با برنامه ریزی مالی شخصی اجرا نمیشه. من میخوام درآمدم 5 سال دیگه 20 برابر شه که برنامه ریزی نداره، که دعا کردن داره فقط، میدونی. و دعایی هم که بدون عمل باشه از حالا میگم که خبری نمیشه. میخوام بگم که یعنی خیلی همون که قور میزنیم یا خیلی ها رو میندازیم تقصیر حالا حکومت و داستانهای دیگه، یعنی خودمون چیکار کردیم؟ میدونی؟ هدف گذاری، برنامه‌ریزی شخصی، اینا واقعا نیاز به آموزش داره. خودآموزی رو حداقل یاد بگیریم. خودآموز. میدونی یه زمانی میگیم استاد نداره، کسی هنوز تو ایران اونقدر مطرح نشده. خب باشه، اطلاعات که زیاده که شروع کن اون اطلاعات رو جمع آوری کن واسه خودت. والا به خدا اتفاقی که الان تو هوش مصنوعی افتاده 10 سال پیش واسه ما یه چیز فضایی بود، فانتزی بود. فانتزی بود. اینکه شما چت جی پی تی رو، گراک رو، جمینی رو، کوپایلت رو میاری بالا، بعد میگی ببین من تو ایرانم، خودش میاد دسته‌بندیت میکنه، من درآمدم اینقدره، سطح درآمدی تو ایران رو بسنج،
به من بگو چیکار کنم 10 سال دیگه یه خونه ببین واسط برنامه ریزی میکنه. خب دیگه اینم نمیخوای انجام بدی، دیگه خیلی نامردیه. بگی آقا مثلا مطالبش نیست، اینو که دیگه میتونی انجام بدی. بقیه‌اش هم خب میتونی مشاوره بگیری، میتونی از اساتیدی که ممکنه کار کرده باشن استفاده بکنی. بهانه‌ای وجود نداره. ببین بعضی وقتا اینجوریه که ما افتادیم توی زندگی، اینه که من افتادم توی دریاچه‌ای، افتادم توی دریای مواجی، بعد بگم خب ببین چون من شنا بلد نیستم، آکادمی شنای فلان نرفتم، خب دیگه بمیرم دیگه. نه آقا، باشه اصلا دریا مواجه، تو هم شنات خوب نیست، ولی تو همون لحظه تمام کاری که میتونی بکنی و انجام بده که زنده بمونی. حالی. و میشه و شدنیه، واقعا میشه. یه خورده سواد بالاتر، سواد مالی و اون برنامه ریزی که زجرآمیز بودنش به اینه که طولانی مدته. همون اولی مایندست و ذهنیت رو در خودت ایجاد کن که آقا تو 5 سال دیگه هیچ اتفاقی قرار نیست واسه من بیفته، ولی تو 15 سال آینده قراره بیفته. ما خیلی ساختار ذهن پاداش سریع رو دوست داره، ولی توی مسائل مالی اثر گلوله برفی رو که حالا اصلا وارن بافت و هر کی میخواد مثال بزنه، حتی زندگی نامش اسمش گلوله برفیه. سنوبال افکت. سنوبال افکت اینه که یه گلوله برفی رو بالای تپه درست کن، اینو قلش بده، آروم 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 میره پایین تپه که میرسه یه گلوله بزرگ شده. تو هلش ندادی، یا تو اول اون پول انباشت اولیه رو ایجاد میکنی، اون شیب رو تشخیص میدی و به اون شیب 15 سال عمل میکنی. آقا 25 سال پیش وارن بافت جزو پولدارای دنیا نبود، ولی همون شیوهش رو که یه سرمایه گذاری تکرارپذیر منطقی به مدت 40 سال 50 سال انجام داده، الان 90 خورده ای سالش پولدار، جزو ثروتمندان بزرگ دنیاست. پس سنوبال افکت اینو میگه، یه انباشت ایجاد کن، روندهای درست سرمایه گذاری رو پیدا کن، اینو به مدت 15 سال انجامش بده. تو 5 سال شاید یه چیز به درد بخوری شده باشه، ولی کلا باید کل سرمایه گذاری تو خارج کنی، یه ماشین شاسی بلند بخری که به دیگران مثلا افتخار کنی که چی آقا. ولی این رو وقتی ادامه میدی به 15 سال میرسه، میشی یه آدمی که بازنشست شده، 3 تا خونه هم داره که اجاره داده، با 4 تا پول بازنشستگی داره لذت دنیا رو میبره. و بدونیم 50 سال 100 سال پیش آدم‌ها تو 60 سالگی میمردن. الان ماها با سطح بهداشت جدید، با سطح زندگی‌های جدید تا 85 سالگی داریم زندگی میکنیم. کسی که بازنشست میشه تازه 25 سال وقت داره که زندگی کنه، لذت ببره. واسه اون زمان ارزش داره که شما واسه اون 25 سال یه روال عادی و واسه انباشت و اون اثر گلوله برفی اجرا بکنی و لذت ببری. دم شما گرم. آقا خیلی از آدما وقتی سرمایه گذاری که میخوان بکنن، اینا دچار فومو میشن. یه دفعه مثلا میره بیت کوین میخره، یه دفعه میره تو بورس، یه دفعه هیجانی. این یه ذره تحلیل میکنید اینو؟ آره ببین، وقتی من پول نقد دارم و میبینم یه بازاری داره میره بالا، اول کار که بهش اعتماد نمیکنم، میگم نه بازار بهتر هست. بعد میره بالاتر، میگم نکنه بازار خوبی باشه، گوشام رو اون بازار تیز میشه. بعد یهو میبینم همه دوست و رفیق دارن میرن، بعد من تازه میگم خب بذار تصمیم بگیریم بریم یا نه. وقتی وارد میشم که اون بازار چون همه رفتن داخلش حبابی شده، آماده است به ترکه، من تازه رفتم وارد اون بازار شدم. چرا؟ چون همیشه ترسیدم نکنه جا بمونه. آقا اگه بده چرا همه رفتن؟ و چون همه میرن، وقتی هم که میترکه همه با هم ضرر دادن، یواشکی فقط در گوشی میگن ضرر کردیم. مثل قضیه بورس 1399 همه رفتن، همه ضرر کردن،
فقط مثلا توی جمعای خودمون آقا چقدر ضرر کردیم، ولی بری بهش بگیم نه من خدای سرمایه گذاریم، همه اون فوموه باعث شد. تنها راه این که شما دوچار ترس جاماندگی نشی داشتن برنامه ریزی مالی شخصیه. تنها راهه ها. یا باید روحیه روباتیک داشته باشی تو سرمایه گذاری که خیلی سخته، وقتی همه ایران دارن میگن طلا بخر طلا بخر طلا بخر. الانی که ما داریم اینو ضبط میکنیم چند صد تا پلتفرم خرید طلا درست شده، 856 تا مجوز گرفتن. یا اول فصل همه دارن میگن طلا بخر، هر کیو میبینی داره طلا میخره. آقا خیلی الان سخته که طلا نخری. خب کی الان سختش نیست؟ کسی که طرح‌ریزی مالی شخصیشو داره. توی اون طرح‌ریزی اینجوریه تو حق داری 20% پولت رو طلا بخری، 10% پولت رو توی صندوق‌های درآمد ثابت برای موقعیت‌های خاص بذاری، 40% پولت رو باید سهام بخری، مثلا اینقدرش رو هم صندوق‌های سرمایه گذاری فلانه. اینو وقتی داری و به خودت اجازه نمیدی که اینو تغییرش بدی، طلا میخواد بره بالا میخواد بیاد پایین، دلار میخواد بره بالا میخواد بیاد پایین، بورس میخواد بره بالا میخواد بیاد پایین، واسه تو فرقی نمیکنه. شما همین رو تکرار پذیر انجام میدی چون میدونی که قرار من اینو 15 سال انجام بدم و وقتی نگاه میکنی میبینی توی 15 سال برنده ترین بازار مولدی مثل بورس بوده. واقعا بوده؟ بوده دیگه. بورس، بعدش طلا و دلار و بعدش ملک. بورس که همیشه قرمز، هر وقت ما نگاه کردیم خب این اثر خبر خوندنه دیگه. شما تو کوتاه مدت وقتی داره میاد پایین خب همیشه قرمزه، ولی وقتی که بازت رو میکنی 10 سال میبینی که بالا روش انقدر زیاده که اون قرمزه ای اصلاحه. بعد شما وقتی قرمزه و برنامه‌ریزی مالی شخصی داری خوشحالی. چرا؟ چون داری ارزون‌تر می‌خری. آفرین. ببین بورس رفته مثلا آقا شده الان 3 میلیونه 3 میلیون واحده. این بیاد بشه 2 میلیون و 500 من بخرم بره بشه 4 میلیون بیشتر سود کردم یا 3 میلیون بشه 4. آره درست. هرچی ارزون‌تر بشه تو خوشحال‌تری که. نگاه جالبی بود. کسایی که الان 3 میلیونه روی مثلا 2 میلیون خریدن الان خیلی خوشحالن که. آره. تنها فرقش اینه اونا زمانی که 2 میلیون بود همه میگفتن وای دیوانه است مگه بره تو بورس، بورس بر فنا رفت، تمام خبرها ضد بورس بود. این طرح‌ریزی مالی شخصیشو میذاره جلوش میگه اینقدر در بورس سرمایه گذاری کن، رو 2 میلیون هم رفته خریده. الان تنها حسرتی که داره اینه که چرا نیومد 1,700. الان پولم 2 برابر شده بود، 2 برابر هم بیشتر شده بود ظرف 2 سال. خیلی جالب بود. داره اصلا آرامشی که این طرح‌ریزی مالی شخصی میده لازمه انسانه واسه اینکه بتونه پیشرفت بکنه و کار انجام بده. اگه شما قرار باشه روزی 2 ساعت بشینی خبر کدوم بازار خوبه کدوم بازار بده، الان کی به کی تو سطح دنیا فوش داد، کی به کی موشک زد، کی داره چیکار میکنه رو بخونی که همیشه استرس داری. همیشه همین حس درت ایجاد میشه که من جا موندم بقیه پولدار شدن. همیشه این حس داری که میشد بهتر از این. آرامش تو میفروشی آخرش هم هیچی گیرت نمیاد. کسایی که از این شاخه به اون شاخه میپرن آخر سر هم هیچی گیرشون نمیاد. آقا آخرین سوال بپرسم و بعد حالا جمع‌بندی بکنیم. من که خیلی هضم میکنم مثلا داریم صحبت میکنیم، حتما یه برنامه دیگه هم در آینده از شما دعوت خواهیم کرد که این بحث رو ادامه بدیم چون خیلی ما داریم یاد میگیریم. فدای تو بشه. سلامت بشه. آقا اگه فقط یک عادت مالی رو شما بخوای به همه توصیه کنی که زندگیشون رو زیر و رو کنه چی میگی؟ این بدترین چیزی که وجود داره همون قانون پارکینسون است که شما هر چقدر پیشرفت درآمدی ایجاد بکنی واسه خودت نهایتا خرج و مخارجت هم میاد خودشو به اون میرسونه. عادت مالی که میتونم توصیه بکنم در تمام دنیا جواب میده اینه که وضع مالی خودت رو جار نزن. یعنی چی؟ یعنی الان 50 میلیون درآمد داری، یه تخصصی کسب کردی، یه شرکتی راه انداختی، یه درآمدی داری، الان شد 100 میلیون. خب آقا جار نزن که من 100 تومانی درآمدم. لول اجتماعیت نشه لول اجتماعی 100 تومانی.
چون اگه لول اجتماعی شد 100 میلیون تومانی، لباس برندتر باید بخری، ماشین شاسی بلند باید بخری، غذاخوری بهتر باید بری، چه جالب. اقامتگاه با کلاس تر باید بری. هر چی بیشتر در آوردی رو باید خرج کنی بریزی تو جیب بقیه. آره. جار نزن بگو من همون لول 50 هم، هر چی اضافه میمونه نه که لذت نبر، لذت تو ببر. توقع این که پوزیشن بشی تو جایگاه 100 میلیونی رو برای خودت و دیگران ایجاد نکن تا پول خیلی بیشتری واسط بمونه برای ذخیره و سرمایه گذاری. مثل کاسابای قدیم نه؟ آخ آره انقدر خوبن. یه پیکان داشت بعد میرفت مثلا یا تو حجره بازار داشت با یه پیکان، همیشه یه آدم عادی خونش رو نگاه میکردی، بعد میرفتش میدیدی مثلا یه ویلای چند هزار متری تو شمال. بی دلیل این کارو نمیکرد، اصلا هم خسیس نبودن. نگاه میکردی میدیدی بچه‌هاش هم فرستاده اروپا تحصیل کردن، داخل خونش هم گرونترین فرشا رو داره. من خودم چون مادرم تبریزی خودم ترکم اینو به خودم اجازه میدم بگم، یارو میدیدی خونش نما نداره، داخل خونش یه فرش ابریشمی داره که کل زندگی ما رو باهاش میتونه بخره. و واقعا بهش میگفتی چرا؟ میگفتش به خاطر اینکه اگه من بخوام اونی که هستم رو نشون بدم باید اونجوری هم خرج بکنم. چرا این کارو بکنم؟ واسه یه فاندامنتال و بنیه زندگیم خرج میکنم، نه واسه ظواهر زندگیم. این همون افکتیه، همون اثریه که بهش میگن اثر مربوط به کسایی که لاتاری برنده میشن که 90%شون در فقر میمیرن. شما وقتی لاتاری برنده میشی و یهو سطح مالیت به شدت عوض میشه، اتفاقی که میفته اینه که من واقعا خاطراتشون رو خوندم، میگن اولین اتفاقی که واسط میفته اینه که تمام دوست و آشناهات میان صف میکشن میگن یه سی به ما بده. تو که خودت کار نکردی واسه این پول. آره دیگه. تا دیروز هم که هیچی نداشتی، الان مثلا یهو 100 میلیون دلار داری، حالا چی میشه یه 500,000 تا به ما بدی؟ اصلا آرامش ذهنیشون از بین میره، میرن مجبورن نمود بدن، میرن وارد قمار میشن، وارد زندگی لاکچری میشن و 90%شون 95%شون تو فقر مطلق میمیرن. همین یه عادت رو ایجاد بکنیم که پایین تر از سطح واقعی درآمدیمون پرزنت بکنیم خودمون رو، فکر میکنم بیشتر میتونیم سیو کنیم، بهتر میتونیم زندگی بکنیم و خود به خود آینده نگر میشیم. عالی. خب آقا اگه کلام آخری هست بفرمایید که دیگه بحثو جمعش بکنیم. مسائل مالی آخر نداره، مثل انسان دیگه. مثلا انسان جز اولین اختراعاتش پوله و چیز خوبی هم هست. حرف اونایی که میگن ای پول شر ایجاد میکنه و اینها رو اصلا کف دست، آره چرک کف دست، عامل شر انسان رو منحط میکنه، اینا حرفای ببخشید مفته. پول خوبه، ثروت خوبه، لذت خوبه و داشتنش برنامه ریزی میخواد، مخصوصا الان که ما تو سختیم. این برنامه ریزیه فقط مدیریت کردن خود و خواسته هاست و تعهد دادن به یه سری روال، یک سری روال تکرارپذیر. اینجوری هممون میتونیم بهتر با یه فاندامنتال قوی‌تر، حداقل چیزی که واسه خودمون باید در نظر بگیریم رسالتیه که نسبت به فرزندانمون داریم. ببین اون حرف ابلهانه، ببخشید اینو من کمتر اینقدر واقعا ابلهانه است که میگن بچه 18 ساله شد خودش بره واسه خودش زندگی بسازه. آقا اون واسه کشور ابرقدرت دنیاست، اون برای آمریکاست. شما تو کشور جهان سوم، تو کشور ضعیف باید از بچت حمایت مالی کنی. فرق بین دو تا بچه که یکی از پله 10 نردبون شروع میکنه، یکی از پله 1. شما به عنوان پدر مادر که بچه رو به دنیا آوردی وظیفه داری پله مالی خودت رو از اون چه که هستی و به دنیا اومدی چند تا ببری بالاتر و چند پله بالاتر به بچت تحویل بدی زندگی رو شروع بکنه. این رو از دوش خودمون نندازیم که مگه ما چیکار کردیم بچه‌مون هم همین کار. نه،
تو بچه رو به دنیا آوردی توی کشور اینطوری، توی همچین اقتصادی، وظیفه داری از یه سری از خواسته های مالیت بزنی، بری فاندامنتال خودت رو قوی بکنی، چند تا پله بچه رو با خودت بکشونی بالا، بگی بچه جون از پله 5 شروع کن برو بالا. نه اینکه همه رو بگی آقا ما از صفر شروع کردیم اونم از صفر. اون دنیا گذشته، اون دنیا دیگه الان وجود خارجی نداره. تو دنیای سرمایه داری، تو دنیای لیبرال یه همچین چیزی وجود نداره. کسی که از پله 10 شروع میکنه میزنه جلو، بچه‌تو له میکنه. از یه سری خواستهات بگذر، از اینکه نمود داشته باشم بگذر، آسا سیف کن، سرمایه گذاری تکرارپذیر انجام بده، بعد لذت ببر از اینکه بچه‌ت از پله 5 شروع میکنه میره بالا، از اون کیف کن. فقط نگیم به بچه‌هامون که خودت تلاش باید بکنی، خودت بعد از اون صفر باید شروع کنی. این عادت که به بچه‌هامون میگیم درس بخون، فقط درس بخون. چرا؟ چون یه دوره‌ای بوده که همه با هم از پله 0 شروع می‌کردن. کسی دانش آگاهی و مثلا تحصیلات دانشگاهی داشت میتونست پیشرفت بکنه. الان فقط با تحصیلات دانشگاهی نمیشه پیشرفت کرد. تحصیل دانشگاهی رو که داشت باید یه سرمایه‌ای هم داشته باشه، یک کسب و کار را بندازه. اونم جزء وظایف پدر مادر از نظر من. عالی. آقا ما که خیلی عرض کردیم. دست شما درد نکنه. مرسی که اومدین. دم شما گرم. ان شاءالله حتما یه برنامه دیگر هم. راستی یه کانال یوتیوب هم راه اندازی کردین شما؟ آره، تازه با عمو کمال راه اندازی کردیم. اول بذار تبلیغ پادکست رو بکنم. مرسی. حتما. یه پادکست ایده پذیر داریم، من و برادرم امین و عمو کمال. کمال علی حسینی، امین نجفی، منم که حمید نجفی شونم. اونجا ایده های کسب و کار رو میاریم، بیشتر سبک ارزیابی ایده و اینکه آیا هر ایده‌ای میتونه به کسب و کار برسه یا نه بررسی میکنیم. کار قشنگیه. بله. شما هم یه بار اومدین تشریف آوردین، منت گذاشتین سر ما در مورد تکس و مالیات توی کسب و کار صحبت کردیم، خیلی پرشنونده بود. باعث افتخار بود. الان هم دیگه کانال تلگرام و یوتیوب خیلی آسته داریم میریم و بیشتر رو همین قضایای پرسونال فایننس میخوایم اونجا صحبت بکنیم و کسب و کارهای کوچک و متوسط به نام حکمت مالی. اونم دوستان افتخار بدم و خوشحال میشیم. ما حتما این پادکست و حکمت مالی رو پایین در واقع این ویدیو میذاریم که دوستان بتونن استفاده بکنن. لطف شماست. دم شما گرم. مرسی از اینکه اومدین و مرسی از شما که انتخاب کردین که محتوای فاخر رو ببینید. خب امیدوارم که این گفتگو براتون جذاب بوده باشه و بحث مدیریت مالی شخصی رو خیلی حرفه‌ای‌تر دنبال بکنید. پیشنهاد می‌کنم که برنامه‌های آموزشی و پادکست جناب استاد رو حتما دنبال بکنید و همچنان همراه ما باشید.